اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم. سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی. و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستن با یک دیگر، شرم نمیکنن، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنن، هر دو در یک طبق نان میخورن، لیکن با یک دیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تا گویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم، گفت همه اون ملائکه هستن، گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده، لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا این که جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم به همون تمام ملائکه ها بعد سلام داد، السلام علیکم. ملائکه ها همه گوش داشتند. فقالو السلام علیک و رحمت الله فزاده رحمت الله. شارح های حدیث میگوید، میگه وقتی آدم گفت السلام علیکم به صیغه جمع، علیکم بر شما، سلام بر همه شما باد. حضرت آدم گفت از طرف ملائکه ها چی جواب آمد؟ السلام علیک و رحمت الله. ببین حضرت آدم یک کس کی بود، علیکش گفتند، اونا جواب گفتند سلام بر تو باد و رحمت پروردگار به تو باد. جواب انا همین است، سلام انا همین است، السلام علیکم. جواب چی باشد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چند برکاتش من در آینده حدیث دیگر در برای شما بیان میکنم، لیکن از جانب ملائکه فقط همین قدر آمد، و علیکم و علیک السلام و رحمت الله، السلام علیک و رحمت الله. این جوابی بود که از ملائکه ها. مرد آمد نزد حبیب خدا، پرسید ای الاسلام خیرون، ای حبیب خدا در همین دین اسلام از همه عمل دیده کدام عملش پر ثواب است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف. حبیب خدا گفت در اسلام بهترین عملش دو هست، گفتند یکی دادن طعام است، دوم سلام دادن است کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این بهترین عمل در اسلام است، دادن طعام، خیر احسان کردن، صدقه دادن، در خانه مردم فریاد و گویم آب و نان قد ضیافت دادن. این بهترین عمل اسلام است. و دوم حبیب خدا گفتند دوم بهترین عمل در اسلام سلام دادن است، کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این امروز کسی را که شناسیم سلام میدهیم، کسی را که نشناسیم سلام نمیدهیم.
میبینیم از کسی که مثال یگان منفعت دارد سلامش میدهیم، کسی که منفعت ندارد سلامش نمیدهیم. میبینیم کسی که پول دارد وظیفه دارد دویده به پیش میریم سلام بکنیم، لیکن کسی فقیر و بیچاره و ناتوان است وای سلام نمیدهیم. حالان که حبیب خدا میگوید کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی و از کدام جمله انسان نباشد شما با او سلام دهید. این بهترینی چی است؟ از عملهای اسلامی به شمار می رود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا گفتن از همه در بزرگترین شما کیست؟ آن کسی که اول سلام می دهد. ببین اول سلام دادن بزرگی شما را نشان می داده است. بهترین شما حبیب خدا گفت همان کسی است که اول سلام می دهد. بسیاری آدم از روی تکبری اول سلام نمی دهد، می ایستد تا که مردم وی سلام دهند. ببین این از روی تکبری می شود. بعضی آدم دیده مثال سلام هم نگاه میکنه سلام نمیکنه، کنی میبینه از طرف تو یگان سلام می شود یا نمی، او از روی تکبری است. به این خاطر ما در کدام حالت نباشیم اولی سلام دهیم. کسی را میبینی السلام علیکم و رحمت الله گفته اولی سلام بده، انشاءالله تو بزرگترین و بهترین انسان به شمار می روی. در دیگر حدیث های رسول اکرم می آید جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه فجلس فقال 10. یک مرد آمد نزد حبیب خدا گفت السلام علیکم و پیغمبر خدا همین خیل سلام داد السلام علیکم. حبیب خدا چی گفتن؟ فرد علیه، گفتن و علیکم السلام و علیکم السلام. چگونه که سلام دادن همون خیل جواب گرفتن و حبیب خدا گفت اینجا نشین برای تو 10 ثواب. ثم جاء الاخر، بعد از آن مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله فرد علیه فجلس فقال 20. میگوید اینش چی گفت؟ اونش گفته بود السلام علیکم. این دویم مرد آمدگی السلام علیکم و رحمت الله، رحمت الله را زیاد کرد. حبیب خدا همین جواب با او بازگشت و گفت برای تو خدا 20 ثواب میدهد. ثم جاء الاخر، بعد از آن سیوم آدم آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فرد علیه فجلس فقال له 30. حبیب خدا میگوید این سیوم شخصی که آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را جواب گرداند و گفت برای تو 30 ثواب خدا نصیب کند. 30 ثواب. بین مقصد السلام علیکم گفتین سلامی درست است 10 ثواب میگیرید و رحمت الله را اگر جمع کردید بالاش 20 ثواب و برکاته را اگر ماندین این حالت در چی می شود؟ 30 ثواب خدا در این سلام برای شما نصیب میگرداند. برای همین بهترین سلام انا همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. حبیب خدا میگوید همه وقت سواره پیاده را سلام دهد. کدام شما اگر در چیز سوار باشین، چی در اسب، چی در ماشین، چی در خر، در چیزی که نباشین سوار باشین، پیاده را باید شما سلام دهید. حبیب خدا میگوید رونده نشسته را سلام دهد. والماشی علی القاعد، کسی که رونده هست در راه گشته رفته ایستاده است، کسی در راه نشسته است، راه نشین آدم راهگرد سلام میدهد. والقلیل علی الکثیر، حبیب خدا گو آدم کم بسیار سلام میدهد. اگر کم باشین میبینین یک توده آدم شما 2 کس باشین، اگر بالاتر 10 نفر باشد شما باید 2 نفره 10 نفره را سلام دهید. یعنی همه وقت آدم کم بسیار سلام میدهد. دیگر حضرت انس میگوید که وقتی حبیب خدا به سوی من گفت یا بنی، گفت اذا دخلت علی بیتک، وقتی در خانت میدرایی، گفت ای انس بر اهل خانت سلام بده. ببین امروز ما و شما وقتی که همون خانه من میدراییم، دروازه را میکشاییم،
داخل خانه در آمدیم که مثال در اونجا پدرمان است، مادرمان است، یا گویم عائله‌مان است، فرزنداش است، در حال ما باید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته بر اهل خانه سلام دهیم. امروز من باوری کامل دارم، باور که 70% این مسجد در خانه سلام نمیدهد. خانه می در آمدن هست، لیکن سلام دادن بر پدر و مادر یا گویم بر زن و بر فرزندات وجود ندارد. حبیب خدا میگوید که یکون برکتن علیک و علی اهل بیتک. ببین نمین سلامی که تو در خانه دادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتی، انا امین بر خودت برکت میدهد و در خانت برکات پیدا میشود. به خاطر نمین که تو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خانت میگویی. حضرت انس میگوید کارش همین بود که وقتی در کوچه که میگذشت به کودک ها سلام میداد. وقتی میگفتن ای انس به کودک ها سلام میدهی چی گفتن حبیب خدا را میدیدم که همیشه به کودک ها سلام میداد. یعنی این هم یک مسئله هست که ما باید کودک ها را سلام دهیم، به مقصد که کودک ها از سلام ما و شما عبرت میگیرن. وقتی که ما اونا را سلام دادیم اونا میدونن که سلام دادن این هم گویم که یکی از رکنهای اسلام به شمار میرود. با این خاطر چی میکنن؟ همین عادت میکنن. ما باید که این سلام ها را گویم که در خاندانمان، در اهل عیالمان استفاده بریم. یکی از حقهای گویم که مسلمان بالای مسلمان دارد انا همین است که حبیب خدا گفتن حق المسلم علی المسلم 60. ببینین برادرای عزیز، در همین مسجد چند هزار نفره که باشین اینت بالای اینت حق دارین، حقهای دارین. قیل و ما هن، از حبیب خدا پرسیدن حقهای مسلمان چند است؟ گفتن 6 است. در یک روایت 7 آمده است، در بعض روایت 5 آمده است. لیکن این روایتی که من میخوانم این از صحیح مسلم است، از ترمذی و نسائی و ابن ماجه 6 روایت کردند. میگوید حبیب خدا گفت مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارد. گفتن کدام است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ اذا لقیته فسلم علیه. یکم حق همین است که وقتی که اگر با یک برادر مسلمان روبرو شدی در حال با او سلام بده. ببین روبرو شدن با برادر مسلمان ده سلام بده. وقتی با کله جنبانیدن و با اشاره دست سلام نده، بلکه با لفظ سلام بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته باید با یکدیگرتون شما سلام دهین. انشاءالله همین افشای سلام هم حبیب خدا میگه. عبدالله ابن سلام گفتن که شنیدم از حبیب خدا که میگفت، چی میگو حبیب خدا؟ یا ایها الناس، ای گروه مردم، افشوا السلام و اطعموا الطعام و سیلوا الارحام و صلوا والناس نیام تدخلوا الجنه بالسلام. چه حدیث عجیب، جمله های زیبای حبیب خدا گفتن ای مردم سلام میکنین، خوشرو سلام کنین، سلام آشکارا کنین، بلند با یکدیگر السلام علیکم گفته قوقاتون کشاده کنین. لیکن شما فراموش نکنین برادرای عزیز، امروز سلام میکنه پس خیانتت میکند. معنای سلام چیست؟ معنای سلام ابن عربی در احکام القرآنش از امام عیینه روایت میکند که امام عیینه چی گفتن؟ گفتن که اتدری ما سلام، گفتن میدانین مردم با یکدیگر سلام میکنین، یکدیگر آغوش میگیرین، آیا میدانین همین سلام چیست؟ گفتن چیست؟ گفت انت آمن منی. مقصد وقتی سلام با یک برادر کردی معناش این است که ای برادر امروز که من با تو سلام علیک شدم تو بے پروا باش که من در حق تو اصلا خیانت نمیکنم. معنای سلام انا همین است که و در عرفیت ما و شما استفاده میبریم که ما با فلانی نان و نمک خوریم. مقصد وقتی تو نان و نمک خور که باشی باید که در حق او برادر تو خیانت نداشته باشی. یعنی وقتی با یک برادر تو سلام میکنی دست در دست او میگذاری یا او را در آغوش میگیری و از پس او را غیبت کرده و خیانت میکنی، این روسیایی است، این سلام نیست، این دروغ است. تو سلام یا از خاطر پولش داری یا از خاطر منصبش داری یا به خاطر قدر قیمت داره، به همون خاطر سلام داری. فردا و از همین مرتبه خالی شود تو بر این انسان به او سلام نمیکنه. لیکن حضرت امام عیینه گفتن معنای سلام این است که ای برادر امین باش که من به تو هیچ ضرر نمیرسانم. معنای سلام انا همین است.
انا حبیب خدا گفتن سلام ها را آشکار گوید. خیلی قوقای انداختگی و یا که دستش دراز میکند دهان خب پیمت دراز میکند مثال یک گویا یک سلام کرده و نه، سلام این نیست. سلام یک دیگر را که دیدیم تبسم میکنیم، مثال گوییم که لبخند میزنیم، السلام علیکم و رحمت الله گفته دست یک دیگر را میگیریم. این را حبیب خدا گفتن ای مردم آگاه باشین که آشکار کردنی سلام، دادنی طعام، وسیل الارحام، با خیش قومیتت یک جای بودن، با خیش تبار رفت آمد کردن، و صلو و ناس و نیام، نماز شب بخوان در حالتی که مردم خواب باشد، تدخل الجنة بالسلام. حبیب خدا گفتن در جنت با سلام، السلام علیکم گفته وارد جنت شو. وقتی که تو طعام میدهی، وقتی که تو سلام آشکارای همیتا گویم با تبسم داری، یا اینکه با خیش و تبارد رفت آمد داری، یا شبها نماز داری، این 4 عمل که اجرا کردی مرحمت وارد جنت شو. گو با السلام علیکم و رحمت الله گفته وارد جنت شوی. و این خاطر سلامامون هم باید که کشاده رویی باشد، سلامامون هم به طمع باشد. ولی سلاما امروز به طمع شدگی است. حمد میدونین خیلی دیگر جای شرح دادنش نیست. همون گفته عمر خیام دوستان 3 نوع انگر بدانی، کنانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورهای خود چون همی دوستای حاضره را علاکه در لابراتوار گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم مثال زبانی میشیده است، نانی میشیده است، جانی میشیده است. با نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه تر نگاه داره، همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمت کش بتیه بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نته. دویم دوستایی که هستن زبانی هستند. سال میاد در پیشت بسیار خودش ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودش بسیار شیرین میکنه. او قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان بیده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر. دوستای جانی قطعی همیشه رفت آمد کن، زیرا سلام او طمع ندارد، سلام او ضرر ندارد، همه عملهای او فقط و فقط به فایده شماست. لیکن برادرای عزیز سلام دادن که خیلی ثواب کلان دارد، بی نهایت سلام گویم چی با کلانترها و با همه. لیکن در کدام حالتها سلام نکنیم؟ حالتهایی که نادرستی سلام است، حالتی که گویم که مرد در حاجت خانه باشد. مثال حاجت خانه های هستن که دو کسی که در همون حاجت خانه می دراید، در درون حاجت خانه سلام دادن درست نیست. یا در داخل حمام ده که امروز بعضی موی سفیدا را میبینی که بیچاره سطر ندارن، همین گویم که عریان بچه‌ها را میبینی از زیر ناف تا زیر زانوش پوشاندگی و موی سفید نمی قدر ریش کشال و نه یگان تروسی داره و نه یگان گویم سطر دارد. بیچاره بچه‌ها را تماشا میکنن. اینا در اصلا این جای یگان گویم که ما تهمت نمیزنیم. همون حمامات هم که در آمدین، همون حمامات هم سطر را بجا بیاریم برادر عزیز. سطر از زیر ناف تا زیر زانوتون مستحکم و محکم باشد. خب اگر از خودت محکم باشد از دیگرها کشاده، در اوج تو گناهکار میشوی برای دیدنی گویم موضع های اون برادری که از پهلوی تو در وجود دارد. در حمام هم سلام دادن درست نیست. یا در حالت مسجد میدرایی که مردم نماز خوانده است سلام نده، یا میدرایی که یک برادر تنها نماز خوانده است سلامش نده، یا حالتی که یک برادر قرآن خوانی دارد سلامش نده، یا حالت یک برادر ذکر در مشغول است سلامش نده، یا حالتایی که یک برادر اذان گفته است قطعی او سلام نکن، یا حالت یک برادر قامت میگه در حالت قامت هم سلام نکن، یا حالت اینه من موعظه دارم یک کس میدارد سلام میدهد. حالت موعظه حالت سلام نیست. خاطری را تو مشوش میکنی، خاطری را تو پراکنده میکنی. یا امروز گویم از همه در بدترینش همین است که لبی دسترخوان، همین دستامان در درون طعام در آمده است که میبینی که به بالا تا آمد سلام کنی. حالت طعام خوردن حالت سلام نیست. حالت طعام خوردن همون در آمدی السلام علیکم، بس همون جا که دنیشین طعام تا که خوردی همه که مثال گویم فارغ از طعام شدن، بعدا زیارت ها می شود. این حالت هم حالت نادرستی سلام است.
همینا را شما رعایت کنید. از گفتن باور که در دهن ما خف نمانده است، لیکن هیچی دیگر نمیبینیم. همین معامله را همین گویم، آن چیزی که میگویم در معاملات نمیبینیم. همینا را اجرا کنین. اینا سخنای خدا و پیغمبرن، اینا سخن کتابن. وقتی شما ثواب میگیرین که همینا در عملی، امیر عملی بگردانید. اجازت نیست. اینا حالتای هستن که در این حالتا سلام دادن درست نیست. انشاءالله فکر میکنم همین قدرش در اطراف سلام برای ما و شما کفایت میکند. در آیاتهای قرآن هم بسیار در باب سلام سخنهای زیاد، چه از سوره های مبارکه نور و چه در سوره نساء و در باب سلام آمده است که حتی در یک آیت قرآن خواندم که خداوند میگوید که وقتی خانه یک برادر مسلمان میدرایی تو داخل تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. وقتی خانه یک برادرتون که میدرایین، خداوند میگوید شما به اجازت خانه برادرتون ندرایین، بلکه اذن گیرید. اذن چیست؟ اجازت گیرید. اجازت با سلام تا 3 بار. همون حولیده که هم دروازه را کشادی، السلام علیکم و رحمت الله خاندار گفته فریاد بزن. اینا در آیاتهای قرآن خداوند خبر میدهد. تا 3 بار سلام بده. وقتی میبینی هیچ صدای نیست، پس بگرد وارد خانه نشو، میگوید خداوند. امروز در بعض خانه که زواناکا هست، همون زواناکا جقیدن هم انامون هم خودش چی است؟ معنای اجازت پرسیدن است. لیکن خانه هایی که گویم که همون زنگ ها که وجود ندارد، وقتی میدرایم بعضی آدم دیده ولی راست به همون خانه را میدراید، دیگر نگاه نمیکنه که در اون خانه کی هست چی هست. این در دوره های حبیب خدا، همین آیت نزولش از برای یک زنی بود که پیش پیغمبر خدا آمد گفت چند بار است که در حالت عریانم که به خانه مردها میدراید. مقصد همین خیلی در حالت های هستن که خانه از وارد خانه است، آدما در همه کار مشغولن. وقتی آدم دری او را کشاده و به وارد خانه او میشوی، این بسیار بسیار نادرست است. همون هم پس دروازه او فریاد بزن، سلام بده، بعدا اجازت شد میدر، اجازت که نشد پس میگردی. این است مسئله هایی که برادر عزیز کمی گویم به ما وابستگی. اینجا یک سوال دیگر بسیار